که تو زندگیش مقیاس دستشه، متر دستشه، هر کی میاد اندازه میگیره که بسیاری از ما هستیم میشتیم دم در این 17 اون 14 این 13 اون 12. فاجعه است. یه دامون دائما داریم مقایسه میکنیم. شما اگر مقایسه میکنید بدبختی دنبال هیچی نگرد. دوستان خوب من، اگر شادی رو، اگر خوشحالی رو، اگر خوشبختی رو تو وجود خودتون پیدا نکنید و نه تو این دوستی و آشتی رو با خودتون داشته باشید، هیچ چیزی در بیرون هرگز شما رو نه خوشحال میکنه، نه راضی میکنه، نه خوشبخت. شما روزی که به سمت یه چیزی حرکت میکنید بعد از داشتنش تازه به یه پوچی و خامی و در حقیقت خالی بودنش پی میبرید که بیشتر شما رو اذیت میکنه. من تو زندگیم قراره که رشد خودم، تکامل خودم، احساس خودم، بهتر شدن خودم، برتر شدن خودم باشه. من قراره هر روز رکورد خودم رو بشکنم، چون روزی که هر روز رکورد خودم رو شکستم هم موفقم هم خوشبخت. اما اگر قرار باشه رکورد شما رو بشکنم که غالب اوقاتم نمیتونم بشکنم، بر فرض که موفق باشم، حتما